بچه لتیننت برار همو بچه ها را اگه درونی گذان برار میگم همه را جزیر کدن براشم اسماعیلوف رفیق سردار وضعیت تینج همه آرام وقتا منخشه آزاد همه آرام ایاخی؟ بله بله ایشام چون سهر نظارت کردیم همه تینج آفرین السلام علیکم. و علیکم السلام. اکمیل سر چی بگم تا؟ نمی دور شدم باغ تازه میکنم رم جای مردک خواه رگش نمیجیم با یک بار همراه میدیدین. وضعیت تینج ای گفتی کو؟ رفیق سردار آخه ایشاب تو روزا ما نظارت کردیم تینج بود. لگجا خواه اونا بالا در رفیق میرسه. کن رفتی؟ بیا اونا رفیق میرسه اونا چی گپایی؟ این نوی جای خوش یافته یا؟ یه رفیق سردار اوما همه را هر روزه این پرک سر میکنم این جای خوش دیگه جاده بود جاش حلیش کرده همه را مسئله شما خودتون جدی تر بینی مسئله همه کی را شو بچه بردن در کار بخیزه بخیز ای بچه بخیز شو بچه میریم بخیز بخیز رفیق کمانده و اگر من خسته میتونستم خونه خودم میرفتم کامل جان میگم همه هفته آخر این خنکی اومد این تومان این خنکی این برف باور کن یه همه خنکی رو یخچالک میبنده عجایب گام میزنی کامل جان بود داره خنکی آدم تست گشنه میمونه البته تست گشنه خیلی فصل شد میزنم برف میزنم همین خیلی چیکار کنیم دیگه کامل جان میگم که چی همجی هم اینون بستی تینجه هم پویند چه کن نو خونه من میرم یه نونی گرم میارم نونی گرم میخریم گرم میشه ای بیای عجایب گام میزنی سعید جون حالی خونه ما میریم یانگت میگیم یا نونی گرم دارم دیگدون اکو چاکدون انم دم میپازم میخریم انا روحت نونی چاکدونی را ببین با ما بگو چه خیال بده رفتیم با نون میپزم با چه خیال میپازه رفتیم خیلی باشه ای تخار آمدم کلاب میرم جانم کتیار آمدم بیار میرم جانم کتیار آمدم دستا بگرد لالا بجنجور آمدم بیمار میرم لالا لا 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 چو سراسی من رفتیم میرم اینجا میرم پیشینی میکی میرم یک پچه پرتو من مهمون آوردم خونم مهمون اینا سعدی جان آوردم در مرحمت سعدی جان مرحمت خوش اومدید مرحمت انا که گوش که من زنک در رفته خمیر میکنی یه خاک ورده که خمیر میکنی یعنی اونی گرم میپزی ما سعدی جان خدی میخریم اگر یخ کردیم در بیرون بالاتر بشید بالاتر خمیر که میگم زنک جان یعنی اونی گرم بپز کدی سعدی بخریم مخی یخ کردیم بیرون در گوش که مردک ایزانا میکشی در خونه یک گرد آر نیست ایوت مرا میگی که خمیر کنونی گرم پس ما بخرم در خونه آر نیست؟ نه خیلی آر کی نباشه فطیر بپز اکا قربون ای اکا قربون اکا قربون ای اکا قربون اکا سعدی او اکا سعدی مای اکا سعدی خوب بودی اکا چی؟ یه تینجه بچه در این نیست پیشان ساعت یه گیلیش هم داره تخت داره تینجه اکا سعدی جان علا خونشم میگم همی همسایت هم همی اکا قربون هم
همین قدرش تق تق میکنم چی با لباین میگن؟ یا کول کده زیزانا؟ مردگم بالای بام دبر اومدم گندم را شوتابدم افتاو کردم بهترین کده این امروز با افتابی خوشلو کده انا میبینی که تو بگم با خوشید بواردو من یا کوردورم رفتم سادی شده سادی هم برده بازی داره مردک نگاه که خوشلو اونا را نگاه که کودک نگاه مایل خوب مایل مردک روی سفید مایل سادی 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 جون اینجا بیا بچم چیکار کسی بیادم مکتب آمدم بریم رامدم بازی دارم مکتب آمدی؟ سوز کردی بچم اینجا بیا متده یک کورای بگم تب کام کورا اینجا بیا بچم گوش که مرا نه بای انا اینا بالای بام دا اوچت گندم شوشتای افتاو کدای تو نگاه که بچم انا تو اومدن من نگاه که تو خوخیدن شکی یگون پرنده یگون ماینه گندش همین موزی چو همین گنده من نخرم فهمیدی مایل خب ما تو اومدن یا سامان تما تو نگاه که بچم نگاه که همین موزی چو گندش که خمری و همین موزی چو نخرن گنده ما بیام دستمات میتم دو سامانت میتم بچم یا سامان اگر روتون بگیرم یا سامان دیگه پچینی حرفان مایل نگاه که یردم کوچه تا نگاه که بچم مایل دو سامان اورا دو سامان سادی یه سادی ما چی گفتم این بچه را اینجا کجا میگرده سادی یه سادی این هم مرا خود نه این هم مرا پرنده خود یعنی سادی یه سادی نباید تا آمدی یه بچه ما ترا چی گفتم رفتن دا گفتم که نگاه که گنده من نخرم موسی چو پرنده و گندش کم اینو این هم مرا خود یعنی کو عجایب گم زنیده تا اما زنی پای رو گرفتگیم چون کجا میبروین بخرم